سید حسین امامی و تعبیر جدید از انتظار. و اما آیه 28 الی 30 یا رسول الله و یقولون متی هذا الفتح، به تو میگوین اون فتح و ظفری که همیشه ازش دم میزنید چه وقت خواهد بود؟ قل یوم الفتح لا ینفع الذین کفروا ایمانهم. یه حرفی فقط بدون بزنم، اون روز فتح حقیقی و پیروزی حقیقی دیگه کافرین اگر بخوان ایمانم بیارن ازشون قبول نمیشه و ولا هم ینظرون، اینا مهلتی بهشون داده نمیشه، نگاه و توجهی بهشون نمیشه. فاعرض عنهم یا رسول الله، از اینایی که روز فتح و ظفر تو را قبول ندارند رو برگردان. وانتظر انهم منتظرون، تو انتظار بکش، اونم باید انتظار بکشن که روزی خواهد آمد و اون روز انتظار نیست مگر روز ظهور مهدی آل محمد صلوات الله و سلام. ظاهراً حرص آخوندها در تفسیر آیات قرآن به مهدی و ائمه پایان پذیر نیست و ببینید چگونه شیطان با زیرکی تمام چنین تعویلاتی را بر زبان همکارانش جاری می کند. به صرف نظر از تفاسیر اهل سنت در مورد روز فتح و انتظار رسیدن آن، خود شیعه ها منظور از آن را روز قیامت و قضاوت دانستند. شیخ طوسی در التبیان فی تفسیر القرآن میگوید مراد از یوم الفتح روز واقع شدن تقدیر و جدایی است و مراد از انتظر وقوع حکم الله در میان آنها و هلاکت آنهاست و مراد از فانهم منتظرون مرگی است که آنها را به هلاکت میکشاند و گفته شده این مرگ به زودی برای آنها فرا میرسد و آنها منتظر این مرگ هستند. التبیان فی تفسیر القرآن، شیخ طوسی، جلد 8 صفحه 298. بینندگان عزیز، ملاحظه فرمودید که در این تفسیر که یکی از معتبرترین تفاسیر در نزد اهل تشیع می باشد، هم ذکری از اراده الله متعال از نزول این آیه در مورد مهدی و انتظار آن نشده است. حال نمی‌دانیم این نوچه آخوندها و کسانی که متهم به دروغگویی و بازی دادن افراد بیچاره هستند چگونه آیات قرآن را تأویل فاسد کرده و هر انتظاری را به انتظار آمدن مهدی نسبت می‌دهند.